سلام، خوش اومدید بچه‌ها. به یه حالتون ویدیو داریم باقلوا. رب انار نیست این یکی دیگه باقلوا. واقعا یکی باقلوا. میذاری رو زبونت آب میشه، یعنی زبونتو میذاری. حرف قشنگی آره. نبود ولی خب چه آورده ای برای ما امروز برای سایکو یه چالش آوردم که احتمالا همه بچه‌ها دیدن. ایرانی یا خارجی از نوع ایرانی یا خارجی که نه، قطعا ایرانی، ولی منظورت اینه که ایرانیه یا خارجیه؟ ایرانیه یا خارجی از نوع دافولی. دافولی آوردم برات به به. و برات تریلیه رو میگی دیگه؟ چون نه خود دافولی. سخت شد. آره آوردم برات سخت شد. و من یکی ولی عکس‌ها رو برات ای کاش می‌ذارم. برای این ویدیو یه پارتنر امیر داشتیم. بهتر تشخیص میداد اگه امیر قطعاً. بود. اگر امیر بود اصلا تشخیص نمیداد. کل پس ویدیو نمیتونه صحبت کنه. امیرای- یعنی عابد امیرای داخل چنل کامنت بذارن. امیر زراد و امیر سیتوپیک داداش امیر سیتوپی. اینو بگو که من قراره حدس بزنم. آره من میدونم از قبل که اون شخص برای چه کشوری کلا و علی فقط قرار ایرانی یا خارجی بودنش حدس بزنه. مثلا لازم نیست بگه دیگه مثلا یارو برزیلیه اینا نه ایرانی نه یا ایرانیه خارجی. یا خارجی؟ آماده ای؟ بله. بریم. نه خیر. اوکی بای. خب این اولی بانوی مثل بانویی که در بک‌گراند ما هستن. الان نه مثل ایشون که نیستن، ولی نه. خب منظور این که ایشون خیلی فرق دارن با اوشون. امیدوارم معلوم باشه چون انقدر گنده ای. نظرت چیه؟ اول قشنگ نگاه کن. ببین فرضیه‌هات برای اینکه این آخه دارم- داف ایرانی باشه چیه؟ آخه به جمالات خودش و کمالات خودش نگاه نمیکنم، دارم به دور و برش نگاه میکنم ببینم خونه آفرین. ایرانیه یا نه. آفرین خب این یخچالشون مثلا انتخابی مطمئن رو نداره، اوکی برچسبای این شکلی هم نداره، منظرش هم همچین باقویلاتوره. قشنگ دقت کنی به آره، خودش هم یه می‌خوای نگاه صندلی. کنی آه. مثلا نه من خواهد انقدر چشم پاک انقدر کرد. بچه چشم پاکه اصلا- اصلا نگاه نمی‌کنه که فقط بک‌گراند میذاره. آفرین خارجی. اولی درست گفت، اولی خارجی بود ولی قبول داری خیلی شبیه ایرانی هاست. یه کوچولو آره، یه ذره شبیه مثلا جینگل بینگلیاش هم شبیه. جینگل بینگلیاش منظور دستبندش. آره 100%. جینگل بینگلیاش که حرف درستی. خب اصلا خیلی نفر ایرانیه. دوم این خیلی ایرانی حاجی. به نظرم زود تصمیم نگیر. میدونی که مجازات داره. نه تو اصلا صحبتشو نکرده بودی. انا یه دونه مثبت داری. اصلا مجازات چیه؟ 24 ساعت اینستاگرامت دست منه. 24 ساعت. آره یه روز دیگه. بچه‌ها اینستاگراممون بالا میاد، هم علی هم آره. این بانوی داف کوچولو، چون اینا داف کوچولو حساب میشن. داف جوجه‌ای آوردم. لیتل برات. داف. داف جوجه‌ای. لیتل داف. چیکن اینا نیستن، اینا جوجه. آره اینا هنوز چیکن نشده. داداش ایرانیه یا خارجی؟ خیلی دوست دارم بگم ایرانیه ولی احساس میکنم گردنبندش هم میتونی نگاه کنی. حالا کمکی کردم به بنانا نه برایتنس بایر مونیخ. میگم خارجیه. خیلی دوست دارم بگم ایرانیه، فوق العاده شبیه ایرانی هست. از کجا میگی شبیه ایرانی هست؟ بابا من یکی از همکارام همین شکلیه دقیقاً. همکار خوبی داری. حالا بردم یا نبردم؟ خارجی گفتی؟ آره. ایرانیه. کاملا ایرانیه. گفتم ایرانیه. حاجی. اصلا شبیه دنیا دادرسان نیست گوشینم. ولی خب ببینید داف ضرر داره ولی خب حدس بزن. چون گفتی یه دونه منفی هم ببین. داشته باشم. این موجه اسم میکنم خیلی موجه است. داری گولم میزنی که مثلا بگم ایرانیه؟ نه خودت میدونی ابروها رو نگاه. ایرانیه. ایرانیه؟ مطمئنی؟ ایرانی نیستنشون. نه ایرانی نیست. نه. آفرین بهت. همینجوری ادامه بده. دو تا الان یه دونه منفی دارم دیگه. آره بریم نفر بعدی. نفر بعدی این ایرانیه. 100 ایرانیه. برای چی؟ این ایرانیه. نه خب ملاک چیه؟ اصلا یعنی این مشخصه. ایرانیه یعنی چی خب؟ مشخصه. چون اینجوری کرده مثلا میگی ایرانیه؟ نه این قشنگ معلومه به خاطر حجاب اجباری هم اینجوری کلا شلوغ کرده. دارم. آره ایرانیه. ایرانیه. آخه هیچ چیش معلوم نیست. قرار دافه داداش. آخه من گفتم نمی‌بینم برای دافه. داف میارم. یا چشش که معلومه. چشای آیفون هست چشای آره
ایرانی یا خارجی؟ خارجکی. میتونی بگی واسه کدوم؟ آره خارجیه. اوکی. خب خدا رو شکر. واسه کدوم؟ به خاطر تابلو پشتش اصولا هیچ کدوم از ایرانی‌ها که مثلا پول دارن اینجوری قطعا کاغذ دیواریاشون این شکلی نیست. قطعا هم انقدر آیفون رو نمی‌کنن تو چش مردم. و اینکه این آیفون 14 15 چیزیه. البته تو ایران هم هست. 17 مثلا. آره مثلا این انقدر بزرگه دیگه 17 پرو مکسه. انقدر دوربین داره. آیفون. مثلا میتونی بگی واسه کجاست؟ نه. سریلانکا. نه بعدی. نفر بعدی اسمش آرزوه این؟ چرا من آرزو باشه اسمش؟ خارجیه. توضیح میدی برای بچه‌ها بیشتر چرا خارجیه؟ دیگه حالا چراش مهم نیست. خب ایرانیه بچه‌ها. ایرانیه؟ همینجوری گفتم آخه. ایران کجان علی؟ آرزو اسمش همون اول گفتم که این اسمش آرزوه. از اون جهت آرزو گفتی من فکر کنم در کل هم آرزو. اینا احتمالاً دسته آدم زشت کسی هرچی سیب انسان گاز میزنه امیر نه انسان الان مثبت هم ندارم. نه دیگه الان صفری به اضافه بعدی من هیچی نمیگم. اسمش سانازه این یکی. سانازه نمیدونم چقدر چالش سختیه. خیلی باید چیز باشی آدم بدی باشی. به نظر من میتونی از بافت تنش استفاده کنی. بافت تنش؟ بافتی که تنشه. بافتی که پوشیده. خارجی. بله علی سرکو داشتم گوگل می‌زدم. دافه بعد حالا نوبت همیرا. این ایرانیه اصلا مشخصه ایرانی. مطمئنی؟ آره. نه ایرانی نیسته. ایرانی دروغ میگی. نه برزیلیه بچه‌ها. انقدر گشتم دنبال داف تو این مدت محلمون هم که نیست. چرا یه دونه تریلی بعضی موقع رد میشه اون آره بوقم میزنه بعضی موقع برام. ولی از اونجایی که من آدم سیگمایی هم زیاد دافه بعدی. من یه دونه منفی دیگه. انشالله. یا صفری. انشالله. داداش منفی یا صفری. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چش نخورن انشالله. بزنم به تخته. انشالله که ایرانیه. فقط این کفشا توی باغ فیض تهران. خب ایرانی دافی بود که داشتیم میدیدیم و کاملا صحیح گفتی. بر تبل شده. پیج تو بده. الان که نه. پیج تو بده. بعد از اینکه دافا رو بچه‌ها فالو کردن. دافا رو فالو کردن. ما رو فالو نکردن. نه من با اینا قرارداد نوشتم. عکسش رو نمیدونم اونجوری بیارم. یعنی ماشاءالله. ببن قفلو ببن. چیزم میتونستی. ببن اصلا ویدیو رو. آخیش راحت شدم. خیلی لذت بردم. دافایی که من که لذت بردم. سلیقش خوبه علی. بعضیا شاید که سلیقه ما خوب باشه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. یعنی سلیقه شما خیلی خوبه که تا اینجا ویدیو رو دارید میبینید از علی جان و من دیگه حرفی ندارم. خیلی خوشحال شدم باهاتون تو این ویدیو. نه این آخریه خیلی خوب. ناموسن اگر این ویدیو رو نگذریم بهش بگو شاید ویدیو رو ببینه. اگر این ویدیو رو دیدیم اینستاگراممون اینجا. امیدوارم که لذت برده باشید. بچه‌هایی که داخل ایران بودن و عکسشون اینجا بود دایرکت بدن. ما می‌خوایم یه مبلغی رو به خاطر اینکه توی ویدیو بودن بهشون پرداخت کنیم. آره دیگه. شماره‌مون رو این پایین می‌نویسید. آیدی دایرکت بدید به ما. امیدوارم که لذت برده باشی علی جان از این ویدیو. من واقعا لذت بردم. امیدوارم که بچه‌هام لذت بردن. امیدوارم که یه همچین ویدیوی بعدا برای منم درست بکنی چون من برای تو میدونی من که دافولیم. می‌خوام یه ویدیو درست کنم بازیگرا توش باشن. چون دافولی بازیگرای خانم ایرانی رو میخوام ببینم تا چقدر میشناسیم. ماشاءالله رب انارن. یکی واقعا رب انارن. دلم از نور ملس تشکر میکنم از بانو بوبوش که توی ویدیو اون حضور داشتن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب و حتما بچه‌ها یادتون نره. پس به قول علی سایکو دوستتون داریم خیلی زیاد به چشماتون خیلی میاد.